توی این جلسه میخوایم در مورد تاثیر نور صحبت کنیم. خب ما دو نوع نور داریم دیگه، یه نور طبیعیه، یه نور مصنوعی. الان من با نور طبیعی دارم ویدیو میگیرم، نور طبیعی که خیلی ملایمه و از سمت چپ من داره میاد، چون پنجرمون سمت چپ هستش و نور داره میاد، خب داره میتابه. پس این نور طبیعیه. نور مصنوعی هم باز من این بالا یه چراغ دارم، این نور مصنوعی منه. مهمترین عامل توی عکاسی، حالا چه از نقاشی میخوای عکس بگیری چه از هر چیز دیگه، این نوره، چون اون نوره جزئیات، رنگ و بافت رو به ما نشون میده. خب بعد اینکه مثلا ما توی ساعت‌های مختلف که عکاسی میکنیم ممکنه اون رنگ نقاشی ما حتی متفاوت باشه ها. مثلا من عکسی که الان میتونم از نقاشی بگیرم با عکسی که مثلا چند ساعت قبل یا بعد میخوام بگیرم مسلما فرق و جزئیات و رنگ و کیفیت رو کلا تغییر میده و روش تاثیر میذاره. اوکی، ما حالا اگر بخوایم توی نور کم عکاسی کنیم خب عکسمون تار میشه، میشه تاریک میشه و جزئیاتش خوب نمیفته. اگر توی نور خیلی حالا شدید و روشن بخوایم عکس بگیریم خب دیگه خیلی روشن میشه، باز اونجا هم جزئیات و رنگ و بافتش از بین میره و ما اینو نمیبینیم. پس ما فقط به نور ملایم نیاز داریم. این نور ملایم رو چجوری میتونیم ایجاد کنیم؟ مثلا من یه پنجره که داشته باشین، اصلا نیازی نیست درشو باز کنین، حتی ممکنه یه پرده خیلی نازک زده باشین یا پرده رو بکشین. خب اینجوری میبینین من دستامو بردارم، یه نور خیلی ملایم افتاده روی میز من، از پنجره است، سمت چپ منه، فاصلش هم تازه دورتر از میزمه. حالا میتونه پنجره سمت راستت باشه، میتونه میزت جلوی پنجره باشه، پنجره بالاش باشه. این بهترین نوری هستش که به ما میده. خب نه نوریه که خیلی شدید باشه، نه نوریه که کم باشه حالا عکسمون رو بخواد بد بکنه. حالا اگر مثلا میز نداری یا نمیدونم پنجره تو اتاق کار خودت نیست، مثلا تو حال نمیدونم هر جایی که یه پنجره داری نور میاد، میتونی نقاشی رو بگیری، یه بک‌گراند داشته باشی، حالا میتونه پارچه باشه، مقوا باشه، هر چیز، و عکس تو بگیری توی نور ملایم. مثلا توی نور مستقیم خورشید هیچ وقت عکس نگیرید چون اصلا خوب نمیشه، یا فوقش توی سایش بیاین. حالا مثلا یه جای نور آفتاب هست، مثلا بیرون موقعیت، مثلا بیرون میتونی عکاسی کنی، بری بیرون توی سایه یا مثلا عکاسی بکن. خب حالا در مورد ساعت‌هایی هم که حالا بیشتر مناسبه بهتون بگم. ساعتی که مناسبه معمولا صبح از ساعت 9 اینا دیگه 10 اینا مناسبه تا قبل از 12. عصر هم باز 3 و 4 تا قبل از اینکه آفتاب غروب کنه، خورشید غروب کنه، ساعت مناسبیه. ساعت نامناسب ما کی هستش؟ 12 ظهر تا 3 ظهر، چون خیلی مستقیم نور خورشید و عکسامون رو خراب میکنه و خیلی شدید نورش. خب پس این ساعت نامناسبشه. باز مثلا نیم ساعت، یه ساعت قبل و بعد از طلوع خورشید و غروب خورشید هم باز عکس‌ها خیلی خوب میشه. حالا اون بیشتر برای مثلا منظره و نمیدونم پورترو این چیزا فکر کنم بهتر باشه. برای نقاشی هم یه نور خوب داشته باشی اوکی، حالا ساعتش هم زیاد فرقی نمیکنه، ولی خب تمرین خیلی خوبی که میتونی داشته باشی که ساعتش دستت بیاد اینه که خودت در طول روز ساعت‌های مختلف عکاسی کنی، ببینید توی کدوم ساعت نور خوبی داری از پنجره میاد و میتونی عکاسی کنی. مثلا من خودم الان صبح دوست ندارم چون این نوره که الان اومده نمیاد. معمولا از ساعت 3-4 به بعد من این نور ریز رو روی میزم دارم. خب تا حالا قبل از اینکه هوا تاریک بشه این نور رو دارم، برای همین بیشتر الان عکس و فیلمامو این ساعت میگیرم، سعی میکنم تو این ساعت بگیرم. اینم به مرور به دستم از من بهش رسیدم، کم کم عکاسی کردم توی ساعت‌های مختلف، دیدم این ساعت هم عکسام قشنگ‌تر میشه هم نور. باز مثلا بعضی از نقاشیام هستش توی مثلا وقتی که خورشید میخواد غروب کنه یه نور خیلی خوشگل میاد، مثلا بعضی از نقاشیام توی اون نور خیلی خوشگل‌تر میشن. من صبر میکنم به اون نور برسم بعد عکس بگیرم. خب این با تمرین به دستم اومده، شما هم میتونید اینو تمرین کنید. پس این اهمیت نور بود، ساعتاشو گفتیم. مورد بعدی که خیلی مهمه زاویه نور هستش. یعنی چی؟ یعنی که تو چه زاویه‌ای داری از نقاشی عکس میگیری، که اون زاویه تابش نور رو دارم میگم. الان من این نقاشی رو ببینید، نور اون سمت بود. خب الان من اینو اینطوری چیز کنم بخوام از این زاویه عکس بگیرم، خب خیلی بد میشه چون نور حالا یا خوب دیده نمیشه چون نور به پشتش میخوره، اصلا خیلی بد میشه. یا مثلا اینجوری بخوام بگیرمش، میبینی اینجا رو میبینی چجوری نور افتاد، نور مستقیم داره بهش میتابه، اینجوری میشه. من از این زاویه بخوام عکس بگیرم اینجوری میشه، اصلا خوب نمیشه. ولی مثلا میگم بچرخه، مثلا اینجا میبینی خیلی خوب میشه. اینطوری هم باز کم تاریکه ولی مثلا یک نور ملایمش خورده خیلی خوب شده.
پس وقتی میخوای عکس بگیری زاویه مختلف رو بسنج. خب بسنج توی زاویه مختلف نور، مثلا نشده بچرخون، گوشی رو بچرخون که زاویه رو دستت بیاد که بدونی که توی چه زاویه عکس بگیری، توی چه زاویه عکس نگیری. دیگه اینم از این. تمرینشو با وایس بهتون میگم که تمرینی که رو باید انجام بدین. پس این مبحث نور رو، زاویه رو میبندیم. حتما هم یه دفتر، نمیدونم دفترچه، هرچی داشته باشین که بتونین نکته ها رو بنویسین که حالا اگر یادتون رفت بتونین مرور کنین.